این دستگاهی که می‌بینید همونطور که در ویدیوهای قبلی هم اگه پیج رو پیگیری کرده باشیم ما با دستگاه ویزر این نما رو بهتون نشون دادیم. این هم یکی از دیگر تکنولوژی UAL مبتنی با اولتراسونده که با تکنولوژی اولتراسوند چربی رو از بافای اطراف جدا میکنه و مشابه ویزر قابلیت آسیب کمتره به بافت‌ها و با کمترین خونریزی جدا کردن چربی ها رو انجام میده. دستگاه FDA اپروو محصول کره‌ای هستش و مودهای مختلفی داره که مثل ویزر مود پالس داره و مود کانتینیوس داره که از رو دستگاه قابل تنظیمه و میتونی حتی لاین‌های ورزشی رو مشابه اون چیزی که در ویزر داریم به همون کیفیت و حتی شاید هم بهتر انجام بده.